فرهنگ اصلا ثروت بی‌بهای هر قوم و ملت محسوب می‌شود و امروز ملت تاجیک افتخار از آن دارد که صاحب چنین ثروت بی‌بها است. امروز طبق نقشه چهارمی حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان دور جمهوری آزمون اندلیب 2023 برگزار کرده شده است و مردم دیار فیض‌آباد نیز در این آزمون خود یافتند و امروز در مرکز شهر دوشنبه چون یک چهاربینی باشد و واقعا این لحظه ها سخنانی بس و عبرت‌آموزی پیش می‌آید بیان می‌آید که یگان مردم محنت‌کش و زحمت‌کشی دیار فیض‌آباد نه تنها چاره‌نگار و بردبار و ثروتپرور است، همزمان مردم فرهنگی و دانشمند و سخندان و سخنوران اصیل‌اند و چنانه که می‌بینیم امروز مردم سربلند دیار فیض‌آباد در نمایشگاه امروزه تمام آن هنرهایی را که در گذشته مردم دیار محسوب کرده بودند و تا به امروز ادامه داده ایستادند و معرض تماشا گذاشتند که از قبیل شوکاری، آهنگری، کوزه‌گری، گلدوزی، زردوزی و تمام پخت‌وپز کدبارها و بانوهای هنرمند دیار امروز به این نمایشگاه و معرض تماشا گذاشته شده است و البته خریدار خود را نیز امروز پیدا خواهد کرد و در جهت قسم فرهنگی آزمون نیز اهل هنر دیار فیض‌آباد که اصلا هم پیروان حافظان ورزیده چهره‌های شناخته ملت تاجیک بسمراد علی کمیدین چنفر، حکمت رضا اپین اینرا و محرم شریف هستند با یک برنامه شکوه فرهنگی در صحنه بزرگی آزمون امروزه برگزار خواهند کرد و باوری کنید که مردم دیار فیض‌آباد امروز در این معرکه بسازند گلوطن شمال‌ها فیض‌آباد گلوطن کنارها فیض‌آباد در هر قدم غذا و چشم می‌بینیم گلوطن غذاها فیض‌آباد و همه آن نگاره‌هایی که امروز در دستارخانه ناحیه و معرض تماشا گذاشته شده است همه آنها بازیافتند و آخر چنانه که می‌بینیم اینجا گوشه کلارگری است که در مخصوص یک دهه ناحیه فیض‌آباد در دهه استان شمس و مخصوص از آب و خاک آن دهه تیار کرده می شود و بازیافت آوردن از دهه چمارا که شاید این کوزه عمر 100 و 200 ساله داشته باشد و به استانخانه تحویل کرده